میدونم، بله شما درست میفرمایید. نجات دهنده درون آینه است. اما پریروز یه جایی خوندم نوشته بود من چطور با فرزندی که پدر و مادرش اکانت لینکدین دارن رقابت کنم. درست میگفت. من چطور با فرزندی که پدر مادرش به هم گل هدیه میدن رقابت کنم؟ چطور با فرزندی که پدر مادرش دوتایی میرن سفر، شام میرن بیرون، خلوتای 2 نفره دارن و در کل صمیمیت از در و دیوار خونشون میباره رقابت کنم؟ من چطور با فرزندی که پدر مادرش در آغوشش میگیرن و بهش یادآوری میکنن هر طور که هست ارزشمنده رقابت کنم؟ این فرزند زندگی رو برده. معلومه که سلامت روانش تضمین کننده آیندشه. شاید پدر و مادرها باید این کتاب‌های انگیزشی رو بخونن و بدونن که ارتباطشون با هم دیگه چقدر برای فرزندشون مهمه. حتی مهمتر از اون PS4، PS5، تلویزیون و سفرهایی که شاید اصلا نیازی نباشه. بله من اصلا بحثم آینه نیست. نجات